ماه شوق. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ثوبان خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روزه ماه رمضان ثواب 10 ماه را دارد و روزه 6 روز بعد آن ثواب 2 ماه را دارد و این به یک جایگی ثواب روزه سال است. روایت احمد، نسائی، ابن حبان. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك. علما در شرح این حدیث میگویند روزه ماه رمضان ثواب 10 ماه را دارد، زیرا در شریعت اسلام برای عملهای نیک حد اقل 1 به 10 ثواب داده می شود. همچنین 6 روز از ماه شوال روزه داشتن حد اقل ثواب 60 روز را دارد. از این رو انسانی که ماه رمضان را با اخلاص روزه می دارد و بعد از آن 6 روز ماه شوال را روزه می گیرد با اذن خدا ثواب 1 ساله را نائل می شود. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که کدام مسلمانی که با اخلاص ماه شریف رمضان را روزه می گیرد و بعد از آن 6 روز از ماه شوال روزه می گیرد ثواب 1 ساله را نائل می شود. پس خوش به حال آن شخصانی که این عمل را اجرا می کنند. و اگر پرسید که ماه شوال کدام روزها را داشتند در کار، علما می گویند فرقش نیست که 6 روز پی هم باشد یا 6 روز از هر روزهای ماه شوال. خلاصه همین که 6 روز از ماه شوال باشد. می توانید این 6 روز را بعد از رمضان پی هم دارید. اینچنین می توانید روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ماه شوال را روزه گیرید. پس این فرصت را از دست ندهیم. با داشتن ماه شریف رمضان و 6 روز از ماه شوال ثواب 1 ساله روزه را نائل گردیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.